اگه میخوای این شومیز زیبا رو فقط با مستطیل بدوزی تا آخر همراه هم باش. خیاطی با مستطیل روز اول. برای الگوسازی این شومیز به یک مستطیل احتیاج داریم به طول 70 و عرض 30. از اینجا 8 سانت علامت میزنیم، از اینجا 2.5 و هلال یقه پشت رو رسم میکنیم. از این قسمت 5 سانت میایم پایین و به اینجا وصل میکنیم. از این بعد از 5 سانت 25 سانت علامت میزنیم. حالا این قسمت رو میتونیم به صورت خط صاف در نظر بگیریم، میتونیم به این صورت یک مقدار هلال کنیم. این میشه الگوی پشت رو روی دولای بسته برش میزنید و برای الگوسازی الگوی جلو از بالا 8 سانت میایم پایین، 2 سانت روش میخورد در نظر میگیرید و قسمت جلو رو روی دولای باز برش میزنید. برای آستین هم یک مستطیل رسم میکنیم به عرض 25 و طول 30 سانت و برای دوختش هم اول قسمت سرشانه رو میدوزیم. این قسمت رو روی چهارلای بسته برش میزنید و به قسمت سرشانه وصل کنید و بعدم درز پهلو رو میدوزید.